سلام، من مادر جون کیارش هستم. امروز قرمه سبزی درست کردم. میخوام به شما نشون بدم که قرمه سبزی هایی که قدیم درست میکردیم و الان که درست میکنن خیلی فرق میکنه. الان صدا میاد. گوش تا سر کوچمون میره، یعنی واقعا خیلی خوشمزه است. بعدا بهتون میگم این قرمه سبزی منو نگاه کنید چجوری درست میکنم. بعد الانم برنجم رو ریختم، از صبح خیس کردم ریختم. بعد وقتی برنجم هم که تو بشقاب کشیدم، تو دیز کشیدم، بهتون نشون میدم که من با هر برنجی که درست کنم برنجش هیچ وقت شورمالم نمیشه. خداحافظ شما تا دفعه بعد.